در ورودی موزه ایالت تلنگانای هند چند توپ بسیار قدیمی قرار دارد. داخل برخی از سالن‌های این موزه کتیبه‌های سنگی متعددی هستند به زبان فارسی نوشته و حکاکی شده. در چند ویترین تعدادی نسخ خطی و اسناد فارسی کاغذی قرون متمادی گذشته در مسیر بازدید کنندگان قرار داشت. آثار فارسی، فرهنگ فارسی اعم از کتاب و اسناد در کتابخانه ها و موزه های این ایالت به فراوانی وجود داره. خوشبختانه مؤسسه میکروفیلم نور که یک مؤسسه است که در 40 سال اخیر بعد از انقلاب از ایران در هند فعالیت کرده، با هماهنگی با دولت هند و مقامات هندی توانسته بسیاری از این آثار میراث فرهنگی ایران و هند رو از نابودی حفظ بکنه، اونها رو مرمت بکنه. در سالنی عده‌ای از مرمتگران نسخ و اسناد قدیمی در حال ترمیم و دیجیتالی سازی آنها بودند. 33 میلیون سندی که به زبان فارسی هستند، ما خب طبقه بندی که انجام دادیم اسنادی که نیاز به مرمت فوری داشتن رو در اولویت قرار دادیم برای مرمت. 2 سالی هست که در قالب تفاهم‌نامه‌ای بین دولت‌های ایران و هند، مرکز بین‌المللی میکروفیلم نور ایران کار مرمت، دیجیتالی سازی و فهرست نگاری نسخ خطی و اسناد فارسی آرشیو این ایالت را آغاز کرده است. تاکنون 1,800,000 سند مرمت و دیجیتالی شده است. حد نصاب‌های خوبی در حفظ آرشیو ایالتی ثبت شده. ایرانی‌ها برای حفظ و مرمت این اسناد از مواد شیمیایی استفاده نمی‌کنند و تنها از مواد گیاهی استفاده می‌کنند. این روند ماندگاری کاغذها و اسناد را بیشتر می‌کند. از ایران بسیار سپاسگزاریم که میراث فرهنگی ایالت تلنگانا را حفظ کردند. یکی از راه‌های تقویت این ارتباط حفظ اسنادی است که در کشور ایران و هند وجود دارد. ان شاءالله که این ارتباط بین ملت ایران و ملت هند که سالهای طولانی وجود داشته ادامه پیدا کنه و همیشه این پیوند محکم‌تر باشه. تا کنون 70 جلد کتاب شامل فهرست نسخ و اسناد فارسی این ایالت گردآوری شده است. در سالن اجتماعات این موزه امروز از 11 کتاب آن رونمایی شد. بخش میراث دولت ایالتی تلنگانا با همکاری ایرانی‌ها در بازیابی اسناد قدیمی آرشیو ایالتی که در وضع خوبی نبودند بسیار خوب عمل کرد. تکنیک بازیابی ایران بسیار عالی است. با دیجیتالی سازی دیگر این اسناد تاریخی صرفاً در 4 دیواری این موزه نمیماند، در دسترس همه قرار میگیرد در سرتاسر جهان. روند مرمت و دیجیتالی سازی بیش از 30 میلیون سند فارسی دیگر در ایالت تلنگانای هند در سالهای آینده ادامه خواهد داشت. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر حیدرآباد، مرکز ایالت تلنگانای هند.